أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و شنوندگان محترم، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما دو درس از شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با شرح عبدالرحمن خمیس گرفتیم که آن دو درس گذشته ما و شما مربوط به مقدمه عبدالرحمن خمیس بود و طبق وعده داده امشب و چند درس های دیگر انشاءالله رب العالمین از تاریخ و از سیرت و از زندگی و از اعتقاد و باوری امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به سمع شما برادران و دوستان میرسانیم. پس میگذاریم به مقصد اصلی که شرح دادن متن فقه اکبر می باشد. پس درس امروزه ما و شما المبحث الاول هست، یعنی که تحقیق یکم، حیاته الشخصیت، حیات شخصی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. اسمه و نسبه، نام و نسب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. اسمه هو نعمان بن ثابت بن زوطا. نام امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نعمان پیسر ثابت پیسر زوطا می باشد. بضم الزاء و فتح الطاء، حرف ز را ضمه میکنیم یعنی که زو، و حرف تا را فتحه میدهیم یعنی که تا، زو تا. الخزاز الکوفی. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را همچنین خزاز میگفتند و همچنین کوفی میگفتند و همچنین تیمی میگفتند. انشاءالله رب العالمین کم بعد معناهای اینها را بیان خواهیم کرد. در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید اجمعت مصادر ترجمته علی ذلك. اجماع مصدرهای ترجمه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بر همین هست، یعنی که تمام کتابهایی که سیرت و حال و احوال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را بیان میکند، انا همین طور بیان میکند که نامش نعمان پیسر ثابت پیسر زوطا می باشد. ولم تختلف الا ما رواه سیمری عن اسماعیل ابن حماد. و اختلاف نیست در ترجمه حال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مگر آن چیزی را که روایت کردگی سیمری از اسماعیل پیسر حماد، یعنی که یک روایت دیگر داریم که کم آن روایت دیگر هست. سیمری از اسماعیل پیسر حماد روایت کردگی است. اسماعیل نوسه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد، یعنی که اسماعیل پیسر حماد هست، حماد پیسر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. سیمری میگوید که اسماعیل ابن حماد گفت که حیث قالت، چگونه ای که گفت انا اسماعیل ابن نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن مرزبان، یعنی که میگوید من اسماعیل پیسر نعمان هستم، پیسر ثابت پیسر نعمان پیسر مرزبان هستم، یعنی که این تغییر هست، دیگرگون هست و این قول ضعیف می باشد و اسنادش موضوع هست. و نقلها عنه الخطیب فی تاریخه. و همچنین نقل کردگیست همین روایت دویم را خطیب در تاریخش، خطیب در تاریخ بغداد همچنین این روایت را نقل کردگی هست. و الغزی فی طبقات سنیتی، و غزی یا غزی در
کتاب طبقات سنیه همچنین این روایت دوم را نقل کردگی است. چطوری که بیان کردیم روایت دوم ضعیف می باشد و روایت صحیح و درست آن روایت یکم است که نعمان پسر ثابت و پسر زوطا می باشد. نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، نسبته الى الخزازی، نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به خزاز بفتح المعجمتین و آن دو حرفی که نقطه دارد به مثل خ و زا، یعنی که خزاز، هر دو این را فتحه میدهیم خزاز، و تشدید الزای و حرف زایی که هست خز، این زا را تشدید میدهیم خزاز. نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به خزاز در زیر میارد، میگوید که الخزو هی ثیاب منسوجه من صوف و ابریسم. خز میگوید این لباس است بافته شده از پشم و ابریشم، او المنسوجه من ابریسم، یا آن لباسی که بافته شده از ابریشم خالی هست اون را خز میگویند. چنانه که در کتاب تاج العروس این قول را ذکر میکند: فمن یبیع الخز او یصنعه یسمى خزازا. هر انسانی که خز را می فروشد، همین لباسی که از پشم و ابریشم یا از ابریشم خالی آماده شده است، هر انسانی که این را می فروشد، او یصنعه، یا هر انسانی که این را آماده می کند، یسمى خزازا، اون انسان را خزاز می گویند. و کان ابو حنیفه خزازا یبیع الخز، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خزاز بود، یعنی که لباسهایی از پشم و ابریشم آماده شده را می فروخت. از این حساب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را خزاز می گویند. نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به خزاز سببش همین می باشد. و انما قیل ذلك، و هر آینه گفته شدگی هست همین، یعنی نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به خزاز، لانه کان یبیع الخز. عبدالرحمن خمیس میگوید زیرا اینکه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خز را می فروخت در تجارت لباس هایی که بافته شده از پشم و از ابریشم می باشند یا که از ابریشم تنها. از این حساب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را خزاز میگویند. و یأکل منه طلبا للحلال، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی از سوم این تجارتش، از فایده این تجارتش در زندگیش صرف میکرد. یأکل منه، میخورد از فایده این تجارت، طلبا للحلال، یعنی که طلب کننده از وجه حلال، یعنی که تجارت میکرد تا اینکه زندگیش را، لقمه دریافتهش را حلال دریافت بکند، زندگیش را پیش ببرد. از این حساب میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مشغول بود به تجارت این لباس، و این هست سببی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را خزاز میگویند. اما نسبته بالکوفی، اما نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که امام ابو حنیفه را کوفی میگویند، فلأن موطنه الذي ولد وعاش فيه هو الكوفة، زیرا اینکه میگوید جای تولدی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در آنجا تولد شدگی است و در آنجا زندگی کردگی است، اون کوفه می باشد. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در کوفه تولد شدگی است، از این حساب امام ابو حنیفه را کوفی میگویند، یعنی که از کوفه هست، نسبتش میدهند به کوفه. اما نسبته به تیمی، اما نسبت دادن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با تیمی، همچنین امام ابو حنیفه را تیمی هم میگویند. فلأن جده زوطا مولا لبنی تیم الله ابن ثعلبتی من بنی ربیعتی. سببی تیمی گفتن امام ابو حنیفه در این هست که فلأن جده، زیرا اینکه بابی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی زوطا، یعنی که زوطا بابی امام ابو حنیفه بود، میگوید زوطا مولا لبنی تیم الله ابن ثعلبتی،
غلام آزاد شده بنی تیم الله ابن ثعلبه می باشد. یعنی که زوتا را بنی تیم الله ابن ثعلبه آزادش کردگی هستند که اینها از بنی ربیعه بودن، من بنی ربیعتی، از بنی ربیعه بودن. از این حساب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را تیمی همچنین میگویند. و این هست نسبت هایی که به امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میدهند: یکم خزاز، دوم کوفی، سیوم تیمی. اما یک نسبت هست همچنین مشهور و معروف است در کشورهای ما و شما که صوفی هم میگویند امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را، که صوفی کوفی میگویند. اما این نسبت غلط و خطا می باشد و این ثابت شدگی نیست و روایت صحیح و قول درست نیست که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی صوفی باشد یا کسی به صوفیگی نسبتش داده باشد، بلکه این را صوفی ها همچون امام ابو حنیفه رحمه الله را صوفی معرفی میکنند تا اینکه بتوانند مردم را به خودشان جلب بکنند. اما در اصل این تهمت و دروغ به حق امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد. عبدالرحمن خمیس میگوید که کنیه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ابو حنیفه، یعنی که اکثر مردم ما و شما امام ابو حنیفه را با کنیهش میدانند، نه با نامش. یعنی که نام اصلیش را بسیار پیروانش نمیدانند. نام اصلیش چطوری بیان کردیم که نعمان ابن ثابت ابن زوطا هست، اما کنیهش ابو حنیفه می باشد. اجمعت مصادر ترجمته علی ذلك، اجماع مصدر ترجمه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بر همین هست. یعنی که تمام مصدرهایی که حال و احوال امام ابو حنیفه را بیان میکنند میگویند که کنیهش ابو حنیفه می باشد. چی طوری که این مشهور و معروف است، حتی همه با کنیهش میشناسد که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. پس این هست نام و نسب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و در ادامه عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که مولده و موطنه، یعنی که تولد و وطن امام ابو حنیفه. ولد الامام ابو حنیفه رحمه الله سنة 80 من الهجرة بالكوفة. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سال 80 هجری در کوفه تولد شدگی است. فی خلافت عبدالملک ابن مروان، در خلافت عبدالملک ابن مروان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تولد شدگی است. و قیل، و بعضی ها میگویند که انه ولد سنه 61. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگویند سال 61 هجری تولد شدگی است. اما اسناد این قول ضعیف می باشد، زیرا اینکه در زیر میآورد میگوید اسناد هذه الروایت لا یصح، سند این روایت صحیح نمی باشد. این روایت که گویا امام ابو حنیفه سال 61 هجری تولد شدگی باشد، این روایت را سندش صحیح نیست. فیه عبدالله ابن ابراهیم ابن قتیبه، در سند این روایت عبدالله ابن ابراهیم ابن قتیبه هست. ولم اجد من ترجم له، و نمیدانم کسی را که ترجمه حالش را بیان کرده باشد. یعنی که عبدالله ابن ابراهیم ابن قتیبه انسان است که کسی این را نمیشناسد، حال احوال این را کسی بیان کردگی نیست. از این حساب این روایت صحیح نمی باشد. و همچنین در این روایت داود ابن علیه هست که داود ابن علیه ضعیف می باشد و عابد است که عبادت کننده هست، یعنی که یک انسان عابد بود لیکن ضعیف است. کما فی تقریبی، همچنان که این قول را در تقریب می آورد. و قال ابن معین میگوید که ضعیف ولا یکتب حدیثه، داود ابن علیه ضعیف هست و سخنش حدیثش نوشته نمی شود. و در روایتش همچنین گفتیم داود ابن علیه هست، از این حساب این روایت ضعیف می باشد. در کتاب الکامل که از ابن عدی می باشد، در اون می آورد که والمزاحم ابن داود، یعنی که داود ابن علیه را می گوید قال ابن ابی حاتم یکتب حدیثه ولا یحتج به،
یعنی که نوشته می شود حدیثش اما دلیل نمی شود، حجت شدن نمی تواند. از این حساب است که این روایت دوم که گویا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سال 61 هجری تولد شده باشد این ضعیف است و این قول صحیح نمی باشد. کما حکاه الخطیب فی تاریخه، همچنان که این قول را همچنین خطیب در تاریخ بغدادش ذکر میکند و قال، و خطیب میگوید که لا اعلم لصاحب هذا القول متابعا، نمیدانم میگوید برای صاحب این قول کسی را که پیروش باشد، یعنی که کدام از علمای این قول را پیرو شدگی نیست که امام ابو حنیفه سال 61 هجری تولد شدگی باشد، بلکه یک قول هست، یک روایت هست اما پیروانش نیست. اکثر مردم این را پیروی نمی کند. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و قال المکی فی مناقب ابی حنیفه، و گفت مکی در فضائل امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هذه الروایت تخالف ما تقدم، این روایت مخالفی روایت است که پیشتر ذکرش کردیم، یعنی که روایتی که گویا امام ابو حنیفه سال 61 هجری تولد شدگی باشد این روایت مخالف روایت یکم هست. روایت یکم گفتیم امام ابو حنیفه سال 80 هجری تولد شدگی هست، مخالف آن روایت می باشد. و مکی میگوید که و صحیح هی روایت الاولى مجمع علیها، و قول صحیح همون روایت یکم هست. روایت یکم یعنی که سال 80 هجری تولد شدن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. مکی میگوید که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سال 80 هجری تولد شدگی است، مجمع علیها، همچنین اجماع بر همین قول یکم می باشد که تمامی مصدرهایی که ترجمه حال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را بیان میکنند بر این قول هستند که امام ابو حنیفه سال 80 هجری تولد شدگی است. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که نشأته و صفاته، یعنی که به وای رسیدن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و صفتهای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. یکم میگوید نشأته، یعنی که به وای رسیدن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، یعنی که زندگی امام ابو حنیفه. عبدالرحمن خمیس میگوید ولد الامام ابو حنیفه رحمه الله فی الکوفه، تولد شدگی امام ابو حنیفه الله رحمتش بکند در کوفه. و قضا سنوات عمره الاولى فیها، و گذرانید از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی چند سالی از اول عمرش را در این کوفه، یعنی که جوانیش را در کوفه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی گذرانیدگی است. اما کیفیت نشأته فإن كتب تراجم ضنت علينا بالأخبار في هذا الصدد، اما چی طور زندگی کردن یا چی طور به وای رسیدن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، هر آینه کتاب‌هایی که ترجمه امام ابو حنیفه را بیان میکنند ضنت علينا بالاخبار في هذا الصدد، یعنی که ذکر نکرده است، نگاه نداشته است برای ما به خبرهای در این موضوع، یعنی که از کودکی و طفلیش چیکار کرده است و به چی کارها مشغول بود و چیزی برای ما تاریخ بیان نکرده است. ولم تذکر سوى انه اشتغل في مبدأ امره تاجرا في الخز، و ذکر نکرده است تاریخ سوى انه، غیر از این که هر آینه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اشتغل فی مبدأ امره، مشغول شدگی است در اولی کارش تاجرا فی الخز، تاجر در خز بود، یعنی که در لباسهایی که آماده شده از پشم و از ابریشم می باشد این کار را کردگی است. میگه تاریخ تنها همین را برای ما از اولی زندگی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یادداشت کردگی است و خلاص، غیر از این دیگر چیزی یادداشت نکرده است یا ذکر نکرده است. وله دکان معروف فی دار عمرو بن حریث، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یک جای معروف داشت در دار عمرو بن حریث،
یعنی که یک دکان داشت، یک جای تجارت میکردگی داشت که معروف بود در دار عمرو بن حریث. و انه کان امینا فی تجارته ولا یغش. و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار امین و امانتدار بود در تجارتش، ولا یغش و فریب و دروغ و غش نمی کرد و مردم را فریب نمی کرد. ولا یخدع احدا و خداع نمی کرد کسی را، همچنین فریب نمی کرد کسی را. حتی اصبح عریفا علی الحاکة بدار الخزازین، به اندازه شد که اصبح عریفا، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار معروف گشت، علی الحاکة بر زبانها، بدار الخزازین، یعنی که تمام مردم میدانستند دار خزازین را، یعنی که بر تمام زبانها مشهور گشت این سخن. یا در حاکه تمام مردم میدانستند که بدار الخزازین هست، یعنی که جای خزاز میفروختگی، لباسهای از پشم و از ابریشم آماده شده را میفروشند. این بسیار میگوید مشهور گشت. ثم توسعت تجارته و نمت و ازدهرت حتی اصبح له معمل لحیاکة الخز و عنده صناع و اجراء. ثم توسعت تجارته، پس میگوید وسیع شد تجارت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، یعنی که بسیار تجارتش بزرگ و کلان شد. و نمت و نمو کرد تجارت امام ابو حنیفه، و ازدهرت و کامیاب شد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، یعنی که پیشرفتی کرد. حتی اصبح له معمل، به اندازه شد که این یک دکان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی معمل گشت، یعنی یک کارخانه بزرگ گشت. اون کارخانه لحیاکة الخز، یعنی که برای بافتن لباسهای از پشم و ابریشم آماده شده بود. یعنی که این تجارت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به یک کارخانه بزرگ تبدیل شد. و عنده صناع و اجراء، و در نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بافنده ها و کارگران و زیردستانش بود که بسیار کسان در زیر دست امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی کار میکردند. یعنی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را این کارش یک شرکتی بزرگ شد، یک کارخانه بزرگ شد که چندین انسانها در زیر دست امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی کار میکردند و نفقه زندگی را به دست می آوردند. در ادامه باره شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که صفاته، یعنی که صفاتهای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. اولا یکم صفاته الخلقیه، صفاتهای فطری امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. کان امام ابو حنیفه رحمه الله فصیح اللسان، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یک انسان بسیار فصیح الزبان بود، یعنی که با فصاحت صحبت میکرد. عذب المنطق ان تکلم، بسیار شیرین زبان بود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وقتی که سخن میگفت. احسن الناس منطقا، نیکوترین انسان از روی گفتار بود. و احلاهم نغمتا، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار صدای شیرین داشت، یا در سخنگویش یک آهنگ شیرین داشت. و انبههم علی ما یرید، و آگاه ترین انسان بود به هر آن چیزی که میخواست، یعنی که بسیار دانشمند بزرگ بود. و کان جمیلا تعلوه سمره، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار زیبا بود و رنگی پوست رویش گندم رنگ بود، یعنی که سیاهیش بسیار بود، سفید پوست نبود بلکه سیاهیش بسیار بود، گندم رنگ میگویم ما و شما، یعنی که گندم رنگ بود. حسن الوجه والهیئه، روی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار زیبا بود و شکلش همچنین بسیار زیبا بود. قد و قامت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار زیبا بود. نظیف الملبسی، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار لباسهای پاک و تازه می پوشید. طیب الرائحتی، بسیار خوشبوی بود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. حتی انه یعرف بریح الطیب
اذا اقبل او اذا خرج من منزله قبل ان یرى. به اندازه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خوشبویی داشت که انه یعرف، هر آینه دانسته میشد، شناخته میشد امام ابو حنیفه را به ریح طیبی، با آن خوشبوییش، یعنی که امام ابو حنیفه را از خوشبوییش مردم میشناختند. اذا اقبل او اذا خرج من منزله، وقتی که نزدیک میشد یا که از خانه اش می برآمد، قبل ان یرا، پیش از آنه که مردم امام ابو حنیفه را ببینند، از خوشبوییش می دانستند که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نزدیک شده ایستاده است یا از خانه اش برآمده است. یعنی که بسیار انسان خوشبو بود که تمام مردم از خوشبوییش می شناختند است. در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که وصفه تلمیذه ابو یوسف بقوله، صفت کرده که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را شاگردش ابو یوسف با این سخنش. ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را چنین صفت میکند، میگوید کان ابو حنیفه ربعا من الرجال، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به مثل چهاریک از مردها بود، یعنی که به مثل چهاریک مردها قد و قامت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بود. همچنین امام ابو یوسف رحمه الله تعالی این سخنش را توضیح میدهد، میگوید که لیس بالقصیر ولا بالطویل، یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قدش پست نبود یا قدش بلندی بدم نبود، یعنی میانه قد بود، ربع من الرجال بود، یعنی که میانه قد بود. و کان احسن الناس منطقا و احلاهم نغمه، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار نیکو سخن میگفت و نغمه و صدای خوبی داشت و صدای شیرین داشت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و انبههم علی ما یرید، و آگاه ترین انسان بود به هر اون چیزی که میخواست، یعنی که بسیار اهل علم و دانشمند بود. این هست سخنان امام ابو یوسف رحمه الله تعالی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را اینطور صفت میکند. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که و وصفه عمر بن حماد بقوله، و صفت کرده است امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را عمر بن حماد با این سخنش، یعنی که عمر بن حماد همچنین امام ابو حنیفه را صفت میکند، میگوید ان ابا حنیفه کان طوالا، هر آنه میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی طوال بود، یعنی که قدش نزدیکی به بلندی بود. تعلوه ثمرتون، و رنگی پوستش گندم رنگ بود، یعنی که سیاهیش بسیارتر بود. و کان لبیسا، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یک انسان بسیار لباسهای گوناگون پوش بود، لباسهای زیبا می پوشید. حسن الهیئتی، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هیئتش، قد و قامتش بسیار زیبا بود، یعنی شکلش بسیار زیبا بود. کثیر التعطری، یعرف بریح طیب اذا اقبل و اذا خرج من منزله قبل ان تراه. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار از خوشبویی استفاده می برد و مردم می شناختند امام ابو حنیفه را با خوشبوییش. وقتی که به مردم نزدیک می شد و یا وقتی که از خانه اش می برآمد، پیش از آنه که مردم امام ابو حنیفه را ببینند، از خوشبوییش می دانستند که امام ابو حنیفه در همین نزدیکی ها هست و مردم این را می فهمیدند و می دانستند. پس این است صفتی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی از زبان عمرو بن حماد. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که قال حیثمی میگوید ولا تنافی بین کونه ربعه و بین کونه طوالا لانه قد يكون مع كونه ربعه اقرب الى الطول. حیثمی میگوید که ولا تنافی بین کونه ربعه، یگان نفی و یگان مشکلی ضدیتی وجود ندارد بین اینه که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ربعه باشد، یعنی میان بلند باشد، و بین اونه که طوال باشد، یعنی که به درازی نزدیک باشد. لانه قد يكون مع كونه ربعه، زیرا اینکه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در حالی که میان بلند هست، اقرب الى الطول، نزدیکتر است به قدش دراز بودن، یعنی که میانش بلند هست و یعنی که به درازی نزدیک است، یعنی که قد بلند نیست، دراز نیست قدش، اما به درازها نزدیک هست. امام حیثمی میگوید که بین این دو قول یگان مشکلی ندارد، یعنی میانه قد است، یعنی که میانه ای که به درازی نزدیک هست،
اینجا یگان مشکلی و ضدیتی وجود ندارد. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و وصفه تلمیذه عبدالله بن مبارک بقوله، و صفت کرده که امام ابو حنیفه را شاگرد امام ابو حنیفه عبدالله پسر مبارک با این سخنش. عبدالله ابن مبارک میگوید کان حسن السمت حسن الوجه حسن الثوب، میگوید که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار صورتش هیئتش زیبا بود و رویش همچنین بسیار زیبا بود و لباسهای میپوشیدهش همچنین بسیار زیبا بود. این است صفت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی از زبان شاگردش عبدالله پسر مبارک. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و قال ابو نعیم الفضل بن دکین واصفا له، و گفت ابو نعیم فضل بن دکین صفت کننده امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را، یعنی که ابو نعیم فضل ابن دکین امام ابو حنیفه رحمه الله را چنین صفت میکند، میگوید که کان ابو حنیفه حسن الوجه و ثوب و النعل و کثیر البر و المواسات لكل من اطاف به. ابو نعیم فضل ابن دکین میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله حسن الوجه بود، یعنی که بسیار رویش زیبا بود، و ثوبی و لباسهای زیبا میپوشید، و نعل و پاپوشی زیبا میپوشید، و کثیر البر و المواسات لكل من اطاف به، و بسیار نیکویی میکرد و بسیار انسگیرنده بود برای هر انسانی که نزدیک میشد به امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. یعنی هر کسی که به امام ابو حنیفه نزدیک میشد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با اون نیکی میکرد و زود اون انسان با امام ابو حنیفه انس میگرفت، یعنی که محبت با امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میکرد. این هست صفت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی از زبان ابو نعیم الفضل بن دکین. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و جملة القول في هذا المقام أن الإمام أبا حنيفة كان حسن السمت والمظهر نظيف الملبس مع حسن العشرة والبر والمواساة لمجالسيه. عبدالرحمن خمیس میگوید و جملة القول في هذا المقام، یعنی که خلاصه سخن در این صفت یا در این مقام، ان الامام ابا حنیفه، هر آینه میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی کان حسن السمت والمظهر، بود یک انسانی که بسیار صورت و هیئتش زیبا بود و مظهرش ظاهریش هم بسیار زیبا بود، قد و قامتش، نظیف الملبسی و بسیار لباسهای تازه و پاک می پوشید، مع حسن العشرتی والبر والمواسات لمجالسیه، با وجود این صفات ها همچنین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مع حسن العشرتی، یعنی که دادگریفت و معامله خوب داشت، والبری و انسان بسیار نیکوکار بود، والمواسات لمجالسیه و بسیار نیکو میکرد برای هر انسانی که با امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می نشست، یعنی که با هم نشینانش امام ابو حنیفه نیکویی میکرد و همچنین هم نشینانش زود با امام ابو حنیفه رحمه الله انس میگرفتند و محبت پیدا میکردند. پس این هست صفتهای فطری امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و باقی مانده بارهایش را درس چهارم باذن الله تبارک و تعالی بیان خواهیم کرد. و درس آینده انشاءالله صفتهای اخلاق امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را یا صفتهای خلقی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را انشاءالله بیان خواهیم کرد. و در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانیم و یکایک شما برادران دوستان را به الله تبارک و تعالی میسپاریم. هر جایی که باشید سر بلند باشید و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.